عبدالحمید جورایف 75 سال شد و ادیب حجم‌نگار و روزنامه‌نگار شناخته ولایت سوخت است. با مناسبت 75 سالگی زادروز و 55 سالگی فعالیت ایجادیش محفل ادبی تشکیل کردند. محفل در مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 11 به نام میرزا سنگین عمرف برگزار گردید. محفل با ابتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه باباجان غفورов و بخش سعودی اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان در زادگاهی صاحب جشن جماعت دهاتی غازیان ناحیه باباجان غفورov با اشتراک پیوندان و همکاران و شاگردان صاحب جشن گزارنده شد. سخنی با قلم و کلام داخلدار بودن واقعه را بیان میکنم. روز در گذرگاه خیابانی به نام رحیم جلیل با استاد صالح ظریفزاد یک جا بودیم. در بین آب و هوای خیلی گرم بین گلها را مردمی دهقان کلام میزدند. من گفتم که اکا در حقیقت برای این مردم دشوارترین روز است. گفتند که نه، برای آنها روز دشوار نیست، برای آن که در پیشانه آنها در تقدیر آنها نوشته شده است که با کلام نام میابی. در من و تو نوشته شده است که در پیشانه در تقدیر من و تو نوشته شده است که با کلام نام میابی. در حقیقت عبدالحمید اکا 55 سال با کلام با سخن سر و کار داشتند و سر و کار دارند. امروز هم فعالیت ایجادی خود را ادامه میدهند و نان حلال ترین مییابند. من بار دیگر از نام کل ژورنالیستان ولایت صاحب جشن را با روز مولودشان با 55 سالگی ایجادیاتشان تهنیت میگویم. با آن کس عمری باقی، تنی صحت، خاطری جمع، سخنی والا و تمام سعادتی زندگی را تمنا میکنم. در محفل نمایندگان از مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه باباجان غفورov ولایت سوخت، شعبه سعودی اتفاق نویسندگان تاجیکستان و بخش سعودی اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان همکسبان صاحب جشن اشتراک نمودند. این گروه از فعالیت عبدالحمید جورایف و خدمت‌های شایانی صاحب جشن که در تربیت صدها نفر شاگردان نوقلم سهم دارد یادآور گردیدند. همچنین از خصلت‌های نیک و عبرت بخش و کاردانی و سهم او در رشد ساحه رادیو ژورنالیستیک حرف زدند. رادیو محلی ولایت و ناحیه عبدالحمید جورایف نقش مهمی صدر معظم ادیبان و ایجادکاران ولایت سوخت، رئیس بخش ولایتی اتفاق نویسندگان تاجیکستان در ولایت استاد گرامی قدر احمد جان رحمتزاد جایز قید است که با مکتوب خود از برگزاری همین چاره‌بینی یادرسی کردند. رئیس شعبه سعودی اتفاق نویسندگان تاجیکستان احمد جان رحمتزاد ضمن سخنی تبریکاتیش اظهار داشت که عبدالحمید جورایف از ژورنالیستان شناخته ولایت است. سهم او در پیشبرد ساحه روزنامه‌نگاری تربیت جوانان نیز نظارت میباشد. قید گردید که او را همزمان همچون نویسنده حجم‌نگار میشناسند و به طور رسیدن و منظور خوانندگان شدن چندین اثری او به مثل شیشه غیلان، رشک بیگم، به هیچ کس نگوید، کار کنم یا نکنم از این گواهی میدهند. 75 دقیقه فکر کردم که این 75 سالگی رو چی تیار کنم. بعد قرار کردم یک قصه نویسم. عبدالحمید جورایف 1 ایلول سال 1949 در جماعت دهاتی غازیان ناحیه باباجان غفورov تولد شده. پس از ختم مکتب میانه و دانشکده دولتی آموزگاری لنین‌آباد به نام کیرف، حالا دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورov در اداره کینوپرکت و سپس داومی بیش از 30 سال در رادیو ولایت تا به وظیفه سرمحرر فعالیت برده است. همزمان او در انعکاس واقع بینانه جریان اجلاسی تاریخی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان نیز به حیث خبرنگاری رادیویی سهم ارزنده داشته. برای فعالیت گسترده‌اش با مکافات‌های گوناگون از قبیل نشان‌های علاچه مطبوعات و علاچه تلویزیون و رادیو جمهوری تاجیکستان قدردانی شده است. گزارش مهرانگیز عبداحد و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.